من صفای و شهلا ساکن ناحیه یاوان از سخاوتمندان مردم تاجیک طلب میکنم که به فرزندی من هرچی باشد کمکی پولی یاردم کنید. فرزندی من در طول 6 سال است که بیماری است. من از آشیانه دویم افتاندمش 2016. مردم سخاوتمند تاجیکستان همش مرا یاردم کردن، فرزندی مرا عمری دوباره دادن. در هندوستان جراحی کردن شد. طول 6 سال میشه که من 3 سال با مردم کمک مردم میرفتم میامدم، 1 سال 2 بار میرم. به نزدیکی با هندوستان رفتم آمدم، گفتن طبابتش یکم امکانیت نداده است، همه رو فیزیوتراپی کردن در کار که با پا خیزانیم گیدروسیفالی که در بدن فرزندی من است، پست تروماتیسکی گیدروسیفالی دارد. اپراتسیا گفتن هیچ امکانیت نداد که اپراتسیا کنن، گفتن فیزیوتراپی کنه. بعد 1 سال معلوم میشد که آیا کودک راه میگرده یا راه نمیگرده. من مبلغی ندارم که همین کودکم رو با پا خیزانم. من طول 6 سال میشد که از زندگی دست خنک شدم که فرزندی من چونی حالت شده است. عقلانیش شروع دست پنجهش یک طرفش کار نمیکنه. من دیگه ایزا میکشم پیش مردم سرخم. یکی فرزندم رو در روی خانه میبینم دیگه طاقت ندارم. خودم بیماری دیابت شدم از فرزند، عصبم ویران شدم. میگم خدا جان من قوت صبرت مردم یاردم کنه، دختر ما با پا خیزانم. همین دختری من آرزو حوض کنم. روزا گریه میکند که آچه مرا گیر از دستم ره گردان شما قطی دخترها بازی کنم که من مادرم چیکار کنم نمیدونم. کاغذش رسیه رای کردیم، چند کلینیکاش رفتن، گفتم فیزیوتراپیش مبلغش هر ماهش 60,000 روبلی رسیه میشود. 6 ماه طبابتی در رسیه میگرفته است. همین فکر میکنم چیکار کنم نمیدونم. با خستم سوی شهر روان شدم که روم یکم مردم سخاوتمند باشه من یاردم کنم. من فقط از خدا میدارم، از مردم کلی مردم تاجیکستان که به دختری من یاردم کنن. از همه تون بخشیش میخواهم که همین دختری من آرزو حوض کنم. من بینم که فرزندی من را گردد. از هم مردم می ندارم که دختری من را با پا خیزاندن در طول 3 سال. از امریکا، از استرالیا، از روسیه، از تاجیکستان همه جای یاردم کردن دختری من. من با پا خیزاندم شد. با مجبور شدم با سوی دوشنبه بیایم پیش مردم زارا رو توالا کنم که فرزندی ما رو با پا خیزانم. دیگه گم راه ندارم. فقط از خدا از شما می ندارم که فرزندی ما رو شما می خیزانید. من از همه شما می ندارم. خیلی کسی که یک سومی ناچیزم باشه به فرزندی ما یاردم کنه من می ندارم. از همه مردم تاجیک